همدیاران عزیز، چاربینی تنتنوی را بخشیده به جشن نوروز بین المللی آغاز می بخشیم. با کمال احترام سخن به نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، سردار ریاست اگنتی نظارت در ساحه معارف و علم نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت، محترم جهانگیر سلیمزاده. السلام علیکم حاضرین ارجمند. اجازت فرمایید به مناسبت جشن نوروز عالم افروز تا پیام تبریکی رئیس ولایت سوخت را به سمع شمایان رسانیده باشم. همدیاران عزیز، فرارسی جشن نوروز بین المللی را به کل ساکنان شرفمند ولایت از جمله ساکنان شهر پنجکنت باستانی صمیمانه تبریک گفته به همگان صحت و سلامتی، خاطر جمعی، دستاورد و موفقیت و دسترخوان مردم برکت و فراوانی و به تاجیکستان صاحب استقلالمان سرسبزی و شکوفایی آرزو می نمایم. نوروز همچون پدیده بی‌نظیر فرهنگی و سرنوشت ملت تاجیک و دیگر میراثبران این گنجینه بی‌بهای باستانی جایگاهی خاصه داشته در طول تاریخ انسانیت را به دوستی و وحدت، همدیگر فهمی و تحملگرایی و بنیادکاری و سازندگی هدایت نموده است. مردم شرفمند کشور از آن افتخار میکنند که محض در زمینه خیرات و تدبیرهای دوراندیشانه و فرهنگ پروردانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان جشن نوروز و آیین‌های نیک آن دوباره احیا گردیده و جشن بین المللی تبدیل یافت. در این باره پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در سخنرانیشان چنین تاکید نمودند: جهانی شدن نوروز ما وارثان این جشن باستانی را وادار می سازد که در برابر افتخار کردن از این آیین دیرینه برای من بعد احیا نمودن و رواج دادن سنت های اخلاقی و معنوی و فرهنگی آن بیشتر کوشش نماییم و جهتی به اهل بشر باز هم بهتر معرفی نمودن فضیلت های انسان پرورانه نوروز پیوسته سعی و تلاش نماییم. یکی از مهمترین سنت های انسان دوستانه نوروز بخشیدن گناه یکدیگر، نوازش و دستگیری یتیمان و معیوبان، عیادت پدران و مادران، بیماران و کلانسالان، باز نمودن دست خیر و سخاوت به عائله های کم بضاعت و محتاج، درمانده و نیازمند تشکیل می دهد. ما ادامه این سنت های نجیب را هنگام سفرهای کاری پیشوای معظم ملت و منطقه های گوناگون کشور عزیزمان و دایر نمودن ملاقات و واخوری ها با قشرهای گوناگون جامعه همه ساله مشاهده میکنیم. از جانب دیگر باعث قناعتمندی است که این سنت دیرینه و عنعنه نیک نیاگانمان از جانب وارثان این فرهنگ بزرگ مخصوصا شخصان سخاوتمند نیز ادامه یافته ایستاده است. چنان که پیشوای معظم ملت تاکید نمودند، باید از آن افتخار نماییم که جشن باستانی نیاگانمان نوروز بین المللی را در دولت صاحب اختیار و آباد و در شرایط صلح و ثبات کامل تجلیل می نماییم که این نعمتی بزرگ می باشد. از این لحاظ ما ساکنان ولایت را ضرور است که تحت راهنمایی های خردمندانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان هر روز مساعد بهاری را عاقلانه و ثمرناک استفاده برده کشت و کار بهاری را
که عامل تامین کننده فیض و برکتی خوان نوروزی و روزگار خلقمان به حساب می رود وسعت بخشیم و به این واسطه در تامین هدفهای استراتژیکی کشور عزیزمان سهم گذاریم. با همین تمنیات نیک باری دیگر فرارسی نوروز جهانی را به همگان صمیمانه تبریک میگویم و به هر یکی شما صحت و سلامتی، خاطر جمعی، بخت و اقبال نیک و زندگی آرام و آسوده را آرزو می نمایم. بگذار جشن نوروز بین المللی جشن وحدت و همدلی و رشد و شکوفایی باشد. نوروزتان مبارک. رئیس ولایت سوخت، معاون اولی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رجب بای احمدزاده. تشکر برای دقتتان. نوروز مبارک همکاران. سخن به رئیس شهر پنجکن محترم عبدالخالق خالقزاده. همدیاران عزیز، همه شما را با فرا رسیدن جشن نوروز عجم و 21 مارت روز بین المللی حفظ پریخ‌ها که ماه دکبر سال 2022 با تشبث پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان و اعتراف دست جمعانه جامعه جهانی شناخته شده است صمیمانه تبریک می‌نمایم. حاضرین گرامی، مردم شریف پنجکندی باستانی در پرتو سیاست خردمندانه و بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان فعالانه زحمت کشیده سال سپری شده بهر تطبیق هدف‌های استراتژیکی مملکت دیگرگونی در ساحه‌ها و فراهم آوردن شرایط مساعد زندگی به ساکنان سلسله کارها را به سامان رسانیده رشد باثبات شهر باستانی پنجکن را تأمین نمودند. در این جاده ما را معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوخت محترم رجب بای احمدزاده پیوسته راهنمایی می‌نمایند. از تشریف محترم پیشوای معظم ملت به شهر باستانی پنجکن و اشتراک در تنتنه‌های نوروزی سال 2022 در همین ورزشگاه دستور و سپارش‌ها جهت باز هم آباد و زیبا نمودن این گوشه تاریخی دیار مردم ما روح و الهام تازه گرفته برای کارهای سازندگی سعی و تلاش میکنند. این اقدام البته افاده کننده حس بلند ملی و وطن دوستی اینچنین برکت صلح و آرامی ثبات سیاسی و وحدت ملی می باشد. با مقصد تطبیق استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2003 برنامه رشد اجتماعی اقتصادی شهر پنجکن با مرام تطبیق شده ایستاده است. همچنین برای تطبیق هدف‌های ملی از جمله تامین امنیت عضوقواری و صنعتی‌کنی با سرعت کشور یک قطار کارها به جا آورده شدند. حجم عمومی محصولات کشاورزی در همه شکل‌های خواجگیداری با 1.5 میلیارد سومانی، استحصال محصولات صنعتی به 4.6 میلیارد سومانی رسانیده شد. عموما در شهر سال 2022 18 کارخانه خردی استحصالی با زیاد از 184 جای نوی کاری تشکیل کرده مجموعاً 1102 جای کاری نو تأسیس داده شد که نسبت به همین دوره سال 2021 358 جای کاری زیاد می باشد. در سال 2022 کارهای ساختمانی و وصلگری با مبلغ 359.1 میلیون سومانی اجرا شد که این نشان دهنده نسبت به سال قبلی 149.9 میلیون سومانی زیاد است. در این دوره با جلب مبلغ‌های بودجتی صاحبکاران و شخصان سخاوت‌پیشه 12 کیلومتر راه‌ها منفرش، 28 کیلومتر شغل‌پوش، 2 پل بنیاد و 1 پل تعمیر کرده شد. برای رشد ساحه اجتماعی نیز یک قطار تدبیرها اندیشیده دوام سال 2022 7 بینای نوی تعلیمی برای 3000 خواننده در دو بست ساخته شده، ساختمان 4 بینای نوی تعلیمی و 101 سیمخانه‌های علاوگی در نزد مکتب‌ها ادامه دارد و در دایره سفری محترم پیشوای معظم ملت زیاده از 21 انشاءات تعییناتی گوناگون موردی استفاده قرار داده شدند و استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکن بنیاد 1000 عدد انشاءات پیش بینی شده
در سال 2022 199 انشاءات تعیینات گوناگون مورد استفاده قرار داده شد. ما خوب درک می‌نماییم که ادامه این پیشروی‌ها در صورت دست می‌دهد که فضای صلح و ثبات در مملکت پایدار باشد و ما در شرایط متشنج سیاسی منطقه و جهان دستاوردهای دوران استقلال را حفظ کرده توانیم. همدیاران عزیز، در سرزمین فیضبار و زرنثار ما باز نوروز حجت سپای، بهار شادمان و گل پیراهن، فصل شکفتن ها و رستن ها فرا رسید. طوری که در پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامت رحمان به مجلس عالی کشور آمده است، در دوران استقلال دولتی آیین و جشن‌های ملی و ارزش‌های فرهنگی که طول عصرها یگانگی معنوی مردم را حفظ می‌کردند از قبیل نوروز، مهرگان، تیرگان، صده، شش مقام، فلک، اطلس و ادرس، چکن و مانند اینها احیا گردیدند. در این لحظه‌های فرابخش نوروزی می‌سازد درباره رسالت تاریخی این جشن بزرگ ملی‌مان که امروز مقام جهانی نیز کسب نموده است اظهار نظر کنیم. نیاگان ما صاحب ایده‌های زیادی موسمی بودند که هر یک را با شکوه و جلال خاص جشن می‌گرفتند، اما در بین آنها نوروز دلافروز چون جشن سال نو ملی موقع مخصوص داشت و امروز همچنین مقام را دارد. نوروز با تفاوت از دیگر عیدها یک جشن واقعا هم طبیعی است که بدون تصمیم فردی و جمعیتی ارزی هستی کرده است. جشن نوروز هماهنگی و آمیزش انسان و طبیعت را تلقین نموده، نمایانگر خرد والای زیباپرستی مردم آرای نژاد است که طول هزار سالها ارتباط صمیمی و سالمی انسان و طبیعت را با وجود آورده، بشریت را در روحیه زیباپرستی و احترام به عنصرهای طبیعی تربیت می‌کند. جشن نوروز طول هزار سالها وسیله به وجود آوردن حسن تفاهم و یکدلی و اتحاد و همبستگی در بین اقوام آرای تبار بوده، همزمان فضای اندیشه قوم و ملت‌های زیاد را به هم گرایش داده است. اطمینان داریم که نوروز در آینده نیز با این روح و جوهر وحدت آفرین خود برای خلق و ملت‌های مختلف که در شرایط کنونی با تأثیر روند تیز و تند جهانی شدن فرهنگ‌ها و برخورد منفعت‌های سیاسی و اقتصادی در مقابل هم قرار دارند، می‌تواند همچون عامل مهم و مؤثر هماهنگساز خدمت کرده باعث اتحاد و همبستگی و به هم نزدیک شدن آنها گردد. نوروز موافق سال شماری نیاگانمان نخستین روز ماه فروردین بوده، آغاز سال نوی اجدادی، اعتدال شب و روز، تنتنه حسن و تراوت و مژده فیض و برکت است که با تشریف آوردن خود به هر خاندان شادی و نشاط می آورد. از سنت‌های اصلی نوروز است که مردم به خوشنودی با هم معاشرت کرده کینه و کدورت را از قلب‌هایشان می‌زدایند، کوچه و خیابان و منزل‌های زیست خود را تازه و آزاده می‌کنند، به احتیاجمندان و نیازمندان به پرستاران دست یاری دراز کرده و عمل‌های خیر و ثواب اقدام می‌نمایند. حاضرین گرامی، همدیاران ارجمند، چقدر که محترم پیشوای معظم ملت سال گذشته در همین میدان ورزشگاه مرکزی قید کردند، امروزها ما با فرارسی فصل بهار در پنجکند عزیز ما موسم کشت و کار و دیگر کارهای کشاورزی، اینچنین آبادانی منزل و محل‌های زیست و کوچه و خیابان‌ها وسعت گرفته ایستاده است. با کل ساکنان شهر پنجکند به خصوص دهقانان و کشاورزان صاحب تجربه، از جمله راهبران خواجگی‌های دهقانی، صاحب کاران و همه آنهایی که در اختیار خود یک پارچه زمین کارم دارند، مراجعت نموده گفتنیم که استفاده عاقلانه و ثمره بخش آب و زمین را تأمین نمایند، زیرا وضعیت نهایت نااستوار سیاسی و اقتصادی جهان از هر یک ما طلب میکند که به مسئله رشد کشورمان و تأمین نمودن سطح شایسته زندگی مردممان نگاهی دوربینانه داشته باشیم. علاوه به مشکلات زیادی امنیتی که امروزها ساکنان سیاره با آنها روبرو آمدند،
تغییریابی اقلیم و عاقبت‌های ناگوار آن از قبیل خشکسالی، کم‌آبی و پنشوی بیماری‌های سرطانی وضع موجوده را باز هم پیچیده‌تر می‌گرداند. در چنین دوره حساس جهانی معاصر ما باید از تمام امکانات‌ها از جمله آب فراوان و زمین‌های نزد حولگی و پرزیدنتی ثمرناک و عاقلانه استفاده برده هرچی بیشتر محصولات استحصال کنیم. در هر یک عائله ذخیره 2 ساله آذوقه‌واری را تأمین نماییم و نگذاریم که مردممان از لحاظ تأمینات با مواد غذایی مخصوصاً در موسم ترما و زمستان در پیش ایستاده تنقیصی و محتاجی کشند. در این روند ضرور است که به مسئله از خود کردن آبیاری نمودن زمین‌های نو اعتباری اولین درجه دهیم. زیرا شهر باستانی پنجکین در سرگه آب قرار دارد و در حدود آن ذخیره‌های زیادی زمین‌های از خود نشده موجود هستند. ما باید تجربه و سابقه زندگی گذشتگان خردمندمان را در بابت رسیدن به قدر و منزلت زمین همیشه در یاد داشته باشیم. همدیاران گرامی، شکرانه استقلال میکنیم که نوروز جهان افروز دوباره جایگاه اصلی خود مقام و منزلت ازلی خویش را صاحب شد و با سعی و تلاش های محترم پیشوای معظم ملت مقام بین المللی کسب نمود. نتیجه این پیشنهاد نجیبانه و فراملی پیشوای معظم ملت بود که جشن نوروز شامل فهرست میراثی غیرمادی یونسکو گردیده نشانه اعتراف جامعه جهانی و سهم ماندگار تاجیکان در رشد و توسعه فرهنگ عمومی بشری است. این است که همه ساله در سراسر وطن عزیزمان و دیگر قشرهای جهان که سنه فرخنده با شکوه و جلال جشن گرفته می شود. پیر و برنای دیار و استقبال این عید و جسته و عزم بنیادکاری، آبادانی و سازندگی کمر همت بستند. نتیجه زحمت دستجمعانه همدیاران شرفمندمان در هر سری قدم به چشم می رسد. در پرتای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکین نیز کارها با مرام ادامه دارند. امید زیاد و اطمینان کامل داریم که مردم شریف پنجکین باستانی جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را با دستاورد و ارمغان‌های تازه و ارزنده پیشواز می‌گیرند. حاضرین گرامی، بار دیگر شما را با فرارسیدن نوروز اوجه سپای، عید زمین و دهقان، پیروزی رفشانی بر تاریکی و گرما به سرما، نیکی به بدی، جشن گرامی داشت زیبایی طبیعت و شکوفایی گلستان زندگی صمیمانه تبریک و تهنیت گفته برایتان بهترین خوشی‌های زندگی، بخت و اقبال، سعادت و خوشبختی‌های روزافزون و روزگاری چون بهار خرم و صفابخش تمنا دارم. امروز روز خرسندی است. از همگان خواهش میکنم که خرسندی کنند و جشن نوروز را تجلیل نمایند. بزم گل در چمن نوروز است، دور گل گلفکن نوروز است، تا به گردون سخن نوروز است، تاجیکستان وطن نوروز است. نوروزتان همایون باد همدیاران عزیز.